لعنت خدا بر تو. خدا شاهده که دلم به این امر رضا نیست و غیاث الدین جمشید کاشانی رو مثل چشمانم دوست دارم. اما به حکم وظیفه‌ای که حکومت برگردنم گذاشته و حاکم رو حافظ جان و دین رعیت میدونه و به حکم علما به این امر رضایت دادم تا حقیقت هرچه هست روشن بشه. امام جدیری بزرگ علمای هرات به همین سبب به اینجا اومدند تا اون چه شارع مقدس حکم میکنه رو اعلام کنند. در خدمت شماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. مدعیان کلام خیش بفرمایند و پاسخها را بشنویم تا بتوان از این میان به رأی رسید. استدعای این پیرمرد آن است که مسیر انصاف بپیماییم و یکدیگر را به پیکان توهین و تهمت زخم نرسانید. بفرمایید. مردم شهر دست از زندگی کسب کشیدند و روز خود را با پرندیات ستارگان و افلاک می‌گذرانند. مدعی علم غیب شده اید و آنچه را که تنها به ید و اراده الهی پیشگویی کرده اید. روزی به درس گفته اید که جای جای ستارگان را در طبقات آسمان میتوان چنان یافت که گویی خانه تک تک مردم سمرقند را. به جای مدعی شده اید که میتوانید با محاسبات نسبت محیط به قطر وسعت زمین را به دست بیاورید که این غیر ممکن و تنها در علم خداوند است. بیت المال و خزانه حکومتی را صرف بساط سحر جادوی خود کرده اید و خلقی را به گمراهی کشانده اید. کلام قرمطیان و زندیقان را در مجلس درس گفته اید و شأنی برای علم و عقل قائلید گویی که انسان در اختیار همتراز با مقام خدایی است. این کفر و الحاد که به زبان علم و در پس لوای ریاضیات و نجوم به خلق الله عرضه می دارید، والله که در عصر حکومت قرمطیان نیز چنین نمی بود. پاسخی دارید؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رد كل غریب. سلام علیکم. خدا رو هزار بار شاکرم که بهترین خلق رو مبعوث کرد تا هادی خلایق باشه. و هم سلام و هم تسلیم به همو حضرت ختمی که امتش رو امر کرد به کسب علم و معرفت و این مجاهده رو مؤکداً مجاهده رو بر همه ما فرض دونست، درست از زمانی که چشم به آسمون باز میکنیم و مادام که چشم به خاک میبندیم
والله قسم که جز حضرت حق بنی بشری از ضمیر دلم آگاه نیست که تا چه حد از این مطالب که گفتند و شنیدیم متاسفم. من جمشید پسر مسعود طبیب ملقب به غیاث الدین کاشانی پیش چشم همه حضار شهادت میدم به یگانگی حضرت حق و نبوت احمد محمود و ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینش و قسم میخورم به کلام الله که در این راه که شما کفر و شرک و باطل و هرز و هدر گفتید جز به راه حضرات معصوم نکردم. هرچند از ابان کودکی تا به امروز در این راه خدا بهتر از هر کس شاهده که جز تعب و سختی و رنج و مشقت و غربت و اینها ندیدم. خدا بهتر شاهده. تمام همه من همه این سالها این بوده که علمم حجابم نباشه، نور باشه، به دل روشنم بتابه، راهم روشن کنه. وقت مجلس سلطانی و فقیه عالیقدر امام جدیلی بدان حد نیست که با کلام متبر خود به اطاله آن کوشید. قصدم اطاله کلام نبود. غرضم این بود بدونید روبروی شما یک مسلمان ایستاده، به خدا که درد دین هم داره. اینکه خلق را به طالبینی و پیشگویی و سحر و جادو بیاندازید و از آنچه علم دارید تلبیس و توهم بسازید درد دین است؟ آیا این افساد در زمین نیست؟ به اونم میرسیم. قبل از هر پاسخی یک سوال دارم و اون که نمیدونم چرا این مطالب امروز در برابر تخت امیرزاده‌ای گفته میشه که تمام هم و غم خودش صرف علم کواکب و نجوم و ریاضیاته. چرا این مواردی که گذشتگان ما به دقت و به جد و به جهد در راهش تلاش کردن و سرمایه ها دادن و خون دلها خوردن، چرا امروز انقدر به نظر عجیب و نامانوس میرسه؟ این همه در مورد بنای رصدخونه بحث هست و جدل هست. پیشتر از ما جناب خواجه نصیرالدین طوسی به بهترین وجه با اون ظرافت و با اون دقت رصدخونه مراغه رو بنا کردن. امر جدیدی نیست. آن هم اگر در راه حق بود همچنان بر جای میماند و با خاک یکسان نمیگشت. این چه بساطی است که مردم از صبح تا شام به کار ساخت بنای باشند که به کار پیشگویی و دخالت در امر خدا می آید. حضرت شیخ، بنای رصدخونه امر امیرزاده است، نه من، و البته حرکتی است از این. سلطان دین پناه ما نیز به وسوسه زندیقانی چون شما امر به این کار فرمودند. زبان نگهدار شیخ. آنچه امر دیوانی ماست حکم سلطانی است و گمان ما از شر و سیاست. آن مقدار میدانید که بفهمید حکم سلطانی چیست. پوزش این حقیر را بپذیرید که زبانش جز به خیر حکومت نمیچرخد. موقوف میکنیم از این پس جز آنچه باید حرفی نزنید. ادامه بدید. شاید بسیاری از مردم اینطور فکر میکنن، عمدتاً عوام، و متاسفم که خواص هم اینطور فکر میکنن.
که احکام نجوم علم به غیبه، ادعای به غیبه، غیبگوییه. خیر، اینطور نیست. علم به غیب علم به اون چیزیه که بدون استدلال و بدون علل و بدون سببی از اسباب حادث بشه و به وجود بیاد، که هیچ کدوم از مخلوقات خدا از اون با خبر نیستن الا ذات حضرت حق. ولی نجوم استدلاله و محاسبه است، با علل اونو میشناسیم. شما هر سال بهار شکوفه نشستن درختای سیب رو میبینید و زمستان سرمای بی حساب رو میبینید. اینها همه به قاعده است، مثل شب و روز. پس صاحب نظامه. که گفته که دست از جهد و عبادت بشوییم و ذهن خود را آلوده چیزهایی کنیم که فقط به دانش حق است و جز خدا کسی نمیداند. خدا گفته. خدا گفته. چه عبادتی برتر از تفکر در خلقت خداوندی؟ غرض تنزل عبادت یومیه نیست. مگه حضرت نبی نفرمودند دمی تفکر برتر از 70 سال عبادته؟ دمی تفکر. مگر غیر از اینه که هر جا خداوند قصد داره بشر رو به تفکر و تدبر و تأمل وادار بکنه، به آسمان و زمین و شب و روز اشاره میکنه؟ چرا؟ شما که خودتون عالمید و شیخید و مفتی، مصحف نخوندید؟ سوره جاثیه آیه 5: و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. آیات لقوم یعقلون. و نیز در پیاپی آمدن شب و روز، با آنچه را که خداوند از روزی از آسمان فرود آورده تا زمین مرده را پس از مرگش حیات بخشد، و نیز در گردش بادها آیاتی است برای خردمندان، آیاتی است برای اهل تفکر. پیشگویی های تو چنان دقیق است که یا باید مدعی باشی علم خداوندی و غیب با توست یا ساحر و جادوگری. یعنی سحر و جادو انقدر تواناست که بتوان به واسطه آن در گرفت و گیر ماه و خورشید هم دخل و تصرف کرد؟ آری حضرت سلطان، ایشان پیش از این در ولایت کاشان نیز در باب ماه گرفتگی چنین کرده و بیشک همان سبب فرار شبانهشان از آن دیار بوده. در همان مصحف مقدس که این ملحد به آن استناد می کند آمده، آن هنگام که ساحران فرعونی در برابر موسی سحری عظیم بپاداشند و مردم را مسحور کرده و به رعبشان انداختند. در سوره اعراف و طه بنگرید تا نشانیش را بیابید. شما در میان کلامتان ایشان را ملحد خطاب کردید. در عجبم، عالمی چون شما چگونه قبل از اثبات جرم به ایشان که همگی برای این در این مکان جمع شده ایم بهتان میزنید و از خدا نمی ترسید؟ امر میکنیم تا پایان جلسه هیچ کس حق زدن بهتان به غیاث الدین رو نداره. واضح و روشنه؟ بگو جمشید. من چه چیز باید بگم؟ من پیشتر پاسخ جناب شیخ رو دادم، باز تأکید میکنم و تکرار میکنم. شما که بهتر از من واقفید، اینها همه فنه و حسابه. هر کس که اعداد رو و جداول رو و جایگاه افلاک رو درست بدونه و مسلط باشه میتونه انجام میده. اگر انجام نمیده آگاهی نداره. مگه همین بنای رصدخونه که شما امرش رو دادید برای این نیست که این کارها سهل بشه و ساده بشه؟ این استحکام کلام فقط بابت علم است؟ مگر جز این است که خداوند هر آنچه خواهد میکند؟ هر آنچه خواهد میکند، ولی نه خارج از دایره نظاممند آفرینش. عجب، علمتان بدان پای رسیده که برای خالق و ناظم تکلیف معین میکنید؟ نه جز تکلیفی که حق بر طبیعت قرار داده. میبینید جسارت این مرد کاشانی به کجا رسیده؟ کم مانده ادعای الوهیت و خدایی کند.
نیست. برو. به امیرزاده بگو براش خبر مهمی دارم. بگم کی خبر آورده؟ ناشناسی که میخواد آشنا بشه. ببینم جوان، درست فهمیدم؟ هنگامی که تو البته با توجه به آن علمت میگویی فلان واقعی همچون کسوف یا خسوف رخ خواهد داد، بس بی تردید در آینده چنین خواهد شد؟ بله. آیا این نفی قدرت و توانایی باری تعالی بر لحظات خلق نیست؟ جناب جدیری را به سخره نشسته ای؟ عذر تقصیر اگر لبخندم نشان از تمسخر داشت. این نبود. یادآوری یک خاطره بود از دوران طفولیت. کودکی نابالغ که ناغافل خودشو بین درس شیخ شهیر شهر میبینه، شیخ کاشان، و یک سؤال کودکانه و یک پاسخ نه از سر تدبیر بلوایی به شهر انداخت. یا به مباف پاسخ امام جدیری سریع و صاف بگو. من امروز یکی مثل شیخ شهر کاشانم، به علمم و به هنرم واقفم، ولی یقین کردم تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر 100 هنر دارد توکل بایدش. من هنوز در انتظار پاسخم. حال که سبب فساد ذهن جماعت کوچه و بازار شده ای، به فکر توکل افتاده ای؟ بهتر است به جای توکل توبه کنی و در انتظار مرگ باشی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه والله علی کل شیء قدیر. سلام علیکم. این شخص را به سبب توکل و تفکر در قدر و حساب الهی به چوب ریشخند نزنید. شما بزرگان و عالمان از شکافتن کلام حق بی‌نیازید و دیگر حاضران بدانند که حضرت حق فرموده است هر کس در هر کار و هر چیز به خداوند توکل کند، خداوند کفایت امرش را می کند. چرا؟ چون که قادر مطلق است و فرمانش نافذ. هر کاری را که اراده فرماید به انجامش میرساند. لیک حضرت حق برای هر کار و هر چیز قدر و حسابی قرار داده. شما کی هستی؟ در این سرا چه میکنی؟ من کمترین معلم ناچیزی بودم که به لطف حق هر آنچه را که میدانستم به کودکی باهوش و پرحواس آموختم که امروز در مقابل مسند شما ایستاده و شما عالمان و بزرگان مجرمش می‌خوانید. حضرت امیر، این مجلس بر امر مهمی منعقد گشته، رخصت حواشی و مغلطه ندهید. اجازه دهید تا با شما در سوالاتی که از غیاث الدین می شود شریک شوم، تا به کنه آنچه که او را به اینجا کشانده پی ببرید و اگر خدای ناکرده خبط و خطایی بر قلمش، قدمش و علمش رفته را بشناسید.
چه باک اگر شما بتوانید گره از گرد این جوان بگشایید. این که نمیشود. غرض کشف حقیقت است برادر. وسیله چه اهمیتی دارد؟ بفرمایید. و اگر خودت رو تافته جدا از مردم نمیدونستی، میلت به ناصواب نبوده، این طریق نمیرفتی. این طریق من نیست، راهی که همه باید برم. چرا؟ چون گفته توست؟ چون گفته توست. تو گفتی، تو از مصحف خوندی. و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم، ولی آنان از مطالعه در نشانه های آن اعراض میکنند. این همون نشانه ها نیست؟ پس در نشانه ها اندیشیدی که چنین گمراه شدی و دست به کار طالبینی و اندازه‌گیری زدی. برای این کار هم حجتی داری؟ و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. چه حجتی بالاتر از این که خدا همه چیز رو بر مداری خلق کرده؟ و ساخت بساط جادوگری و رمالی و طالبینی را چه؟ مگه جز اینه که ما خلیفت اللهی؟ مگه جز اینه که باید به راهش قدم برداریم ها؟ جواز نوشتن زیج رو و نه طالبینی و رمالی و اینها. جواز نوشتن زیج رو یه مرد از اهل فتوت بهم داد. یه مرد سالها قبل از مصحف مقدس تو گوشم زمزمه کرد. گفت چه کاری مهمتر از محاسبه و اندازه‌گیری که خدا همه چیز رو بر مبنای ثبات خلق کرده. یادته مرد؟ سوره انعام همونست که شکافنده صبح است و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله محاسبه زمان قرار داد. این است اندازه‌گیری آن توانای دانا. آیه 96. این نفی اراده الهی نیست که اگر بخواهد شب صبح شود و یا نمی شود. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار. نه خورشید باید به ماه برسه و نه شب به روز پیشی بگیره. و کلون فی فلک یسبحون. و همه در مدارهای از پیش تعیین شده خودشون قرار دارن. و این قاعده کسوف و خسوف چه؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، اوست که خورشید را نورانی خلق کرد و ماه را فروغ بخشید و برایش منازلی تعیین کرد تا شما عدد سالها و حساب کارها را داشته باشید و همه اینها را جز به حق خلق نکرد و این نشانه ها را برای اهل دانش شرح می‌دهد. یونس آیه 5. و اما آنکه بس است برادر، بس است. آنچه سعی نمودید تا بر ما مکشوف نمایید، بر آن به نهایت توفیق و صحت یافتید. این عزیز کاشانی که نامش به حق غیاث الدین است، مسلمانی مؤمن و آگاه به دقایق الهی است و با آن یگانه مرشدی که من دیدم انشاءالله تعالی به خواسته خود خواهد رسید. بر جناب امیرزاده فرض و واجب است که وی را عزیز بدارد و بر صدر بنشاند. خداوند از سر تقصیرات همه ما بگذرد که بر وی لحظه‌ای تردید روا داشت. ولی دلایل ایشون هنوز جای بحث. جناب رشید الدین، ادله محکم مصحف را شنیدید. هیچ جای بحثی وجود ندارد. چگونه است؟ شما که عالمان دینید و خود را صاحب فتوا می‌دانید
کتاب الله را همچنین مرد که زندیق و ملحد می‌دانیدش نخواندید. بسیار استغفار کنید و فراوان بیندیشید. اما جناب رأی امام جدیری رو شنیدید، از حکم سلطانی رو هم بشنوید. از این پس اگر جسارتی بشنوید یا کسی اعتراضی به مدرسه و رصدخانه ما بکنه، چنان سیاستی بکنم که از خاطره تاریخ پاک نشه. امیدوارم خدا یارت باشه و مهمی رو خبر آورده باشی که منو از چنین مجلسی بیرون کشیدی. خبری چنان مهم که خزانه امیر رو مشتلقش کفاف نمیده. میخوام خواجه ترخان وزیر رو عارف کنم به جنایتی که از راه خیانت به سمت امیر نشانه گرفته. دقایقش رو جز با امیر مکشوف نمی کنم. تو کی هستی که اونی میدونی که من نمیدونم؟